آه مردک بیا. چیکار نه؟ سازی تیکی. سلام تو چیکار؟ از بیا مردک کزم. آم میگذارم و آخود کردگی. نه مردک برای تو چند نمود آخود کردگی. ای بار هم گشنه همین قا. خیلی بگذار مردک تو. پیش نزنی مردک بوری اتایده. زنک خوبی و بیدار. بیدارم. بیداری. خود نبود چی؟ نه خواب نبرده استش کمم درد داره. خیلی تو خوخه. نه نمیفوره. پیاز خوردگی دانت بوی پیاز کرده استش؟ هنیمه بوی پیاز داره. تو خوخه چشمم سوخته گرفت. ترم گرا خورده بودی کو. خوش اومدی جورا جانه. رحمت یکی غیرت کده اومدی ده. قشلاقو چی خیلی؟ کی؟ قشلاقو. سوزن همه سلام گفتم. سلامت شما پیرو کامپیر کلیم کداکو سوزن. جیانو سوزن آخی؟ کیرا؟ جیانو هم سوزه آخی؟ سوزن سلام گفتن همه شما. میگم گوشو وازمیش دیگه چی؟ کی؟ ای تو. آخی اگه بعد دو بار میگم نمیفهمی. نه وازمی نیست. سوزن. چه کارش خونه میری میبی؟ راه پلیگ جو میوی؟ چه اگه جو میوم؟ اوهان جام میکنم میفروشم میگیرم میخزم میوم. با پیاده میوم نیمشا. اینم دست خالی نمیدم که قرود آوردم با قرود آوردی؟ چند تا قروده؟ دو تا با دو تا؟ خیر دو تا میرسه مازم رحمت یه گوش که جورا میگم خونه رو بفروشم چی را؟ خونه رو بفروشم اینه با ما دیگه گجو میرم اتما کجوی برام را بیویت او نه همین صورت دیفت میاد بالا کرده صورت نشون دادم قریب خونه میستر بین روی کنم من گفتم نه این اسفندیار را گفتم اسفندیار ولی با همه جا صورت ها و دلیل کتله یوی نه این خونه رو میگم بفروش بدونی برای چی هر روز خونه دمی سنتر مهمونو درو میکنن این یاتش خودت یا پود دقشلوق یا پود دشار من هر روز ایکی جو میام شما درس خون کنم خود زندگی رو میدونی خیا کد چی تشیده اومدیم دو روز پیش اومده بودم یا بار اومدیم درمون نکشی بیا ما میرم خونه میرم خورتورت میرم خورتورت بی قروت تعرض خوردن روز ما آخوت میبیرم تی جانارم وای آخوت شما کی میپزا خوز برامش دیگه به فکر میبیرم شهر تا تعرض گرفتم میگی مال چقدر خواهر جان آخوت تیار شید آخوت تیزم بکش که مهمون من نگاه دوره آقا جان آخوت تیار شده و در خونه نو نداره نو نیست؟ و چرا سهر نگفتی آخی؟ تو پیش نمخلی میکنی برای خدمت هست و کمه مهمونا دا نمیرسن خیلی گوش باز ما بازار دویده کدن نون میگیرم میبیرم این گجوشی اوقاتشون پخته باشه یا برام بینم بفخ چون اوقاتو نخرم برای فریو کنم وی اوقات وی اوقات کردنی کبابزن هیپا انا جورا جون اوقاتا انا تیار آورده بیا خواهر جون بیا بشینه خدا پیش ما بخیزه جورا اینا جورا جون اوقاتی ما تیار شد مرحمت اوقات دیگه نه رحمت من سرم اکا سری؟ سرم بچه شوخی نکرد نه برای اوقات جان داشتی که اوقات بیار بگه اوقات دیگه نه سرم من بشخی من میرم اساسا راست میگه اکا این مهمان سره سره؟ چی سره؟ ناو در سر دک افکیر خود سلام دوستانی عزیز اینک آجر میبینیم که اسفندیار میرزا در چند دقیقه یک پچکه کناتسکی سایسکره میخورد مرحمت خواستا یکم سولت بارزه گفت خلاص خودش رفتیم نازدیم خلاص خودش خورد
تمام با آرزو رسیدی آخه اسفندیار یا حیات میگم که من فقط سسکر دوست می‌دارم مردک اسفندیار رفت نمیدیم یه با چیز یا چیز سای ایگام جو دیگه موند چند تا دیگه موند مردک بوره این دوست می‌داره خودش همه سسکر ما گفتیم که وای کنه نه کامیروجا گفتیم که ما پاچکا بیاریم شا میرسیده نمیرسیده باشه میرسیده خیلی با یک پاچکای دیگر این خورده با بیاری با آبی چرا با بیار با بیارم میخریم ها خیلی سسکی خواست بیارم میخری کلاس کلام چرا کاپشن پاکش کردیم ها این مادر بوده نه بینه بابا چرا باز میشه هم مقصد بینه اسفندیار یادم دکتر نیست بینه دوستان عزیز 12 تا 5 تا دیگه مونده چند تا دیگه یه مردک بوده تو خوردسی قول علی رفتن یه من خیلی که گم شده بارزگو بودی نه دو کاسه شوربا خوردی یا ما بس دیگه امروز پس من دیگه قضیه جوراگی نمیگی همه چیزی من نگاه کرد خوردن به ها 5 تا نه این دهان گوه نگاه کن نگاه یک دسته اوه با چاد نمول باش دو تا دیگهش بینی داره خرید بینی داره یا چی کنن کن کی یا یا خیلی سوخته یا چای کبونا فیلم سوخ مردک بود یا چای نبرون یا خیلی سوخته ساسی سودا و چای برام تا من چای داری یا من نداره تازه هم چای کنه ریختگی خنک شدی بخب اینو رفت نشون اون خرابه سوزی خونه تو نگفتی که من میام بگم خونه نگفته بود نه نباشه میام گفتم تا نه خواهم میزود بایرون هم سسکا بایرون بود تمام خوش شدیم که تو مردک بوده روشان چند مینوت خورد؟ 3 مینوت 4 قریب چند؟ ما تمام که بخواه وقتا بچه هم میشن مالادیس با بیار با رزرف من کپچونی بیارم چه خلا ای دفعه سه مینوت ما ده دو دقیقه وقت داده میدن گفتم که اگر که بویتی هم اصلا روزی این سومی انا اسفندیار میرزا بوی دادن سه اینه مینوت نبود تگونچ نبود 4 درست بینه که چند تا میشه اسفندیار میرزا آفرین انا شما بوی داده بابا 5 پاچکا سسکا میخرید چی شده؟ خودی با ما خدا با بیار به مینوت میخریم کاره مردک بوده؟ خدا با چی؟ کیف کردم زنده باشد اسفندیار میرزا